سلام، حالتون چطوره؟ اومدم با یه ویدیوی دیگه. من ارسن 302 هستم و اومدم با یه ویدیوی دیگه. بله، من گرفتم دیر میاره، اما نمیدونم چرا وقتی که میخوام ماینکرافت رو شروع کنم تازه ویدیو رو شروع کنم. نمیدونم تو ماینکرافت ویدیو رو شروع کنم، نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم. خب این یه موده که لاکی بلاکه. ای سلام بیچه، میخوام بیچه بکنم. خب الان اینجا هیچی ننوشته، تابلوهای خالی هست. مای سلام خوبی؟ اینو که همشون واقعا خیلی نمیگه. خب الان این یه جور مخیه که ما نمیدونم با این کار کنم. یه لحظه. خب درستش کردم و اومدم. فکر کنم باید اینا رو بکشیم که یه چیزی به ساده. یا اینکه فکر کنم باید، نمیدونم اصلا. من از این هیچی بلد نیستم از این چون تازه کارم داخل این مپ. با یه ضربه میزنم. من چقدر قوی شدم. من خیلی قویم. میخوام پارکور برم، ببینید عشق کنید. ساکت شو. خوب مامانم. نشست است اینجا یه عالمه. خب چقدر غذا. وای میگم باید اینا رو برداریم که شروع بشه. آره خب الان من همه رو برداشتم. الان من باید برم مپ جدید اونجا. میتونم شیشه ها رو بشکنم. خب من اینا رو میذارم تو این. یکم از اینا برمیدارم. 3 تا خوبه واسه سر راه. 3 تا خوبه. بزن بمیرید دیگه. یا ابوالفضل، چی میگم؟ خوبم. همینجا بودش که من مردم. خب میخوام اینو بکشمش. این که خوکه. کشته شد. افتاد و کشته شد. افتاد و گشنه شد. داداش برو کنار، نمیخوام بندازمت. میخوام خودم بکشمش. شاید بهتر باشه که با کامنت SSP یه دونه دایمند سورد بگیریم. چرا من اینجوریم؟ خب SSP @p دایمند سورد 4 تا میگیرم. شاید به دردم خورد. حالا اندر چست رو میشکنم. obsidian. خب 3 تاشو میذارم تو این. این گوشت خوک میده. پس این خوکه. خب اگر خوکه من چرا الکی اسپانشو میکنم؟ اینجا خیلی حساسه. باید من قشنگ بیام این گوشه اینو بزنم و آهان. هی الان باید برم مپ جدید. یه ذره غذا ازش بکنم. اینجا شاید غذا نمیخواد. یه خیلی خوبی به هم میگه نه غذا نمیخواد. به میرم و اینا رو میزنم و میکشم.
چون که به خاطر اینا من زیاد مردم. بمیر. بیام اینجا. همین مپ قرمزه رو ادامه میدم. دایموند سورد کجایی؟ اصلا غذا نیاز نیست، فقط یه دایموند سورد کافیه. زرده اینجاست، همین رو ادامهش بدم بهتره به نظر من، که بدون اینکه بخوایم یکی یکی بزنیم داغونشون کنیم. هی اینو میخوام بشکنم، الان حوصله ندارم. کمک، من ادامه میدهم، مثل آدم میدهم. یه دونه دایموند سورد برام مونده. آرزوی موفقیت کنید. اگر بمیرم همش تقصیر خودتونه. آرزوی موفقیت نکردید برام. باشه؟ چرا آرزوی موفقیت نکردید؟ 10 تا بگیرم حالا. وای حال کردی. 20 تا دایموند سورد. جکسم نیازه فکر کنم. یک دو سه چهار پنج شش تام جکس میگیرم. add sign player diamond. ای بابا بفرما. اومدم یه دونه ویدیو بگیریم، همش داره خراب میشه. 7 تا تو دستم داشته باشم. تموم. حالا چند تا بلاک بزنم. چرا؟ چون که اونجا رو راحت تر بدم. خودتون دیگه منظورم رو فهمید دیگه. نیاز نیستش که بگم. داخل سیستمی که برامون آماده بوده نگران نباشید. هیچ کدوم از اون بلاکم خودم بر نداشتم. دارم فشار میخورم، زیبا فشار میخورم. شما حالتون خوب میشه. همین، شما حالتون خوب میشه. من ناراحتم. نه بابا من خوشحالم. چرا دارم اینا رو میرم انتقام. نه وای فهمیدین چی شد؟ داشتم میرفتم بعد یادم رفت اینو بزنمش، افتادم کشته شدم. خیلی زیبا مردم چون که بازیم خیلی لقه. برید کنار، من دارم میام. خوبی؟ همش تقصیر تو بود، مردم. از اینجا به بعد داره بازی جالب میشه. همین قسمت رو همین یعنی پارتو تا آخر
تا آخر میرم ببینم چی میشه. هر پارت یه قسمتشو میرم. اگرم تونستم مپ رو باز میکنم میام و مپ اصلی رو میریم. یعنی 4 تا پارت. نه من حساب میکنم تا همونجا برم دوباره. خب اومدم. هی باهان دارم میرسم. اینجا رو دارم میبینم. آره 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 آره. help me. خوبی چقدر خوشحالم. چرا کریتیوم؟ وقتی رسیدم کریتیو شدم. نفهمیدم چرا کریتیوم. سوالم اینه چرا کریتیوم؟ وات؟ چرا؟ واقعا چرا؟ میکنم رسیدم نزدیکاش منو کریتیو کرد. داره واقعا چرا؟ باید سوروایول باشم. خب برای اینکه این ویدیو تموم بشه یک کراچ میکنم. میخوام سوروایول کنم یک کراچم باهاش انجام بدهم. خب بارونم داره میاد. سطرم هم الان پر آب میشه. خب حاضرید؟ خب حالا یه جایی از چی شد؟ گذاشتم بغلم. اینقدر دارم فشار میخورم. دوباره. من یه عالمه واتر باکت برمیدارم تا وقتی که کلاس نکردم عمرم ولکن باشم. آقا تو این ویدیو اصلا یه چالش میذارم. سخت‌ترین کلاچا رو میرم من. یعنی بعضی از کلاچا رو. خب یه دونم تخت بود و به نظر من که یکی از سخت‌ترینا اینه. خب حاضرید؟ 1 2 3. نتونستم. تو کریتیو امتحان میکنم تا خیلی هارد کنم انجامش میدم. آهان تونستم. این از اولیش. دومیش کلاچ کردم با این هیبل. این صدای چی بود؟ الان سوروایول میکنم که امیدوارم بتونم. 1 2 و 3. اونجا یه چیزی هست به قرآن. اینجا چی شد؟ فهمیدید؟ زدم یکی از سخت‌ترین کلاچا رو انجامش دادم. نمیشه دیگه. یکی از سخت‌ترین کلاچا رو که اصلا واسه پی ای به نظرم که نمیشه، یعنی واسه گوش نمیشه رو زدم انجامش دادم. کجا بود؟ میکنم باید از اینجا. نه ببینم یه جای قرمزی بود. آهان میکنم که همینجا بود. فهمیدم. موقعی که داریم میدویم میپریم شیفت رو میزنیم یه دونه پرش میزنیم. اینجوریه. من باید اینو همینجا انجامش بدم. آهان از اینجا
آها شیفت پرش. نه فکر نکنم باید شیفت رو بزنیم. موقعی که داشتیم میرسیدیم به زمین باید شیفت رو بزنیم، ول کنیم یا یه پرش بزنیم. همین جوریه. نه باید برسم دقیقا به زمین یه پرش بزنم. اون نمیشه. نزدیک بود. موقعی که داریم میدویم به این شکل. وای خدایا، حالا من گیر یه دونه کلات افتادم. آخرش انقدر کلات کردم بازی برنم کرد. اگر میخواید از 15 دقیقه شد ویدیو. خب دیگه خداحافظ، امیدوارم حالتون خوب باشه و گود بای.